خب بچه ها توی این ویدیو میخوام در ارتباط با یه نکته خیلی جالب در مورد دوزیج دارو صحبت کنیم. ببینید بچه ها، برخی از داروها و قرصها در واقع هستند که به صورت شرکتی شما وقتی توی جعبش اون رو باز میکنید یه همچین ساختاری رو میبینید. چه ساختاری؟ دارای خط وسط هستن، خطی که من اینجا روش نوشتم. در واقع این خط وسط توسط اون کمپانی یا شرکت داروسازی در واقع درست شده و تعیین شده و داره به ما میگه که اگر شما بیایید و این قرص را نصف کنید، این قرص اثر بخشی خودش رو حتی اگر نصف کنید حفظ میکنه، یعنی نصف این قرص اثر بخشی دارد. بستگی به دوزیجی که پزشک برای شما مصرف میکنه باید استفاده کنید. مثلا داروی A، داروی B. مثلا پزشک میگه آقا از داروی A، حالا هرچی، شما باید مثلا بعد از غذا 5 میلی گرمش رو بخوری. چقدر 5 میلی گرم؟ در صورتی که یکی از این قرص ها 10 میلی گرم هستش. در نظر میگیریم مثلا 10 میلی گرم در واقع این قرصه هستش. پس پزشک مشخص میکنه که باید نصف بخوری. یعنی چی؟ یعنی 5 میلی گرم از داروی A. آیا میشود بیمار خودش قرص رو نصف کنه و این شکل رو تهیه کنه؟ بله میشه. میشه نصفش رو بخوره. میشه یعنی چی بچه ها؟ میشه یعنی افیشینسی داشته باشه، اثر بخشی داشته باشه، دارو اثر بخشی خودش رو حفظ کنه. ما تو بحث دارو برامون دوز مهمه و اثر اون دارو، اثر بخشی برامون خیلی مهمه. چه جوری اثر میخواد بذاره این دارو؟ تا چه حد اثر میذاره؟ تو چه لولی اثر میذاره؟ با چه گرمی میتونه، با چه میلی گرمی میتونه اثر بذاره؟ تا چه میلی گرمی بذاریم از اثر بخشی رد میشه و مسموم میکنه فرد رو؟ به چه صورت هست؟ شرایط مسمومیت در حین دوزیج دارو چه شرایطی هستش؟ چه چیزهایی رو در بیمار ما باید در نظر بگیریم قبل از دوزیجمون؟ اینجا رو باشید بچه ها. ببینید گفتیم که اگر داروی A 10 میلی گرم باشد در نظر میگیریم 10 میلی گرم، داروی B رو هم همون 10 میلی گرم در نظر میگیریم. خب اوکی، زمانی که ما میخوایم دوزیج کنیم گفتیم داروی A رو میتونیم نصفش کنیم و 5 میلی گرمش رو بدیم، مثلا از وسط نصفش کنیم. چرا؟ گفتیم چون خط وسط داره. خط وسط کمپانی داروسازی این کار رو انجام داده، اومده گفت آقا این خط وسط شرکتی مشکلی نداره، پس 5 میلی گرمش چی میشه؟ اثر بخشی دارد، اثر بخشی دارد، افیشینسی دارد. اوکی، موردی نداره. اوکی. مثلا در افرادی که دچار نارسایی کبدی هستن یا دچار نارسایی مزمن کلیه یعنی بیماری CKD هستن، اگر همچین قرصی مثلا مثل قرص A رو داره مصرف میکنه، این قرص رو نصف کنه، 5 میلی گرمش رو بخوره، هیچ موردی نداره، چون کمپانی رو مشخص کرد. در کل چه در حالت پاتولوژیک چه در حالت نرمال، یعنی بیمار نارسایی اندامی نداشته باشه یا داشته باشه، مصرف داروی A با کات کردن و برش و تقسیم کردنش به 2.5 مشکلی نداره. اما تکلیف داروی B چی میشه؟ بچه ها داروی B رو اگر من 5 میلی گرمش کنم و 5 میلی گرمش رو بدم به در واقع بیمارم، 5 میلی گرمش رو بدم، آیا افیشینسی دارد یا ندارد؟ بچه ها افیشینسی ندارد. چرا افیشینسی یا اثر بخشی نداره داروی B اگر نصفش کنم 5 میلی گرمش رو بدم؟ به خاطر اینکه خط وسط نداره. شرکت داروسازی اعلام کرده قرصه هایی که خط وسط دارن رو شما مجاز به نصف کردنش هستی، اما قرصه هایی که خط وسط ندارن نه. چرا؟ اگر نیاز بود خودمون میذاشتیم، نیازی ندیدیم، چون اگر این اتفاق برای دارو بی بیفته اثر بخشی دیگه نخواهد داشت. افیشینسی در نصف ندارد، اما در 10 میلی گرمش داره. حالا
بعضی وقتا پیش میاد که یک بیمار نیاز به داروی بی دارد، به داروی بی نیاز داره، اصلا مجبور داروی بی رو بخوره، داروی A براش تجویز نشده، بی تجویز شده. خب میگیم اوکی، خب سوال کجاست، مشکل چیه؟ مشکل اینجاست، بیمار شما دچار یک لیور اینسافیشینسی هستش، نارسایی چی داره؟ لیور اینسافیشینسی دارد، یعنی نارسایی کبد دارد. بچه ها، بیمار نارسایی کبد داره. خب مگه بیمار نارسایی کبد داشته باشه چه اتفاقی پیش میاد؟ خب داشته باشه، نه دیگه. ما قبل از دوزش باید وضعیت بیمار رو بررسی میکنیم آیا این بیمار از نظر کلی سالمه، از نظر کبد سالمه. چرا ما این دوتا ارگان رو بررسی میکنیم؟ چرا میگیم کلیه و کبد، چرا نمیگیم قلب؟ به خاطر اینکه بچه ها، کبد و کلیه، یعنی هم کبد یعنی لیور و کلیه یا کیدنیز یا رنال، یک پروتئین خیلی مهم در پلاسما تولید میکنن به اسم پروتئین آلبومین، به اسم آلبومین. حالا نکته کار اینجا هستش، کسی که دچار نارسایی کبد شده، حالا به هر علتی، این علت میتونه اتیولوژی های مختلفی داره، کسی که دچار نارسایی کبد میشه، افرادی که دچار نارسایی کبد شدن بچه‌ها، این افراد هپاتوسیت هاشون آسیب دیدن، یعنی که هپاتوسیت اینجوری دارن، کسانی که الکل زیاد مصرف میکنن، کسانی که کبد چرب دارن، کسانی که دچار هپاتیت ویروس هپاتیت میشن، ویروسی که میاد در واقع ارگان کبد رو مد نظر خودش قرار میده و بهش آسیب میزنه، کسانی که نقص‌های مادرزایی دارن، کسانی که در واقع دچار بیماری‌های خود ایمنی میشن. این افرادی هستن که دچار نارسایی کبد میشن، یعنی کبدشون سیروز میشه، دچار سیروز کبدی هستن. خب ریت آلبومین در فردی که دچار لیور سیروزیس هست پایین میاد. در کلیه چی؟ آیا کلیه چه پاتولوژی میتونه داشته باشه؟ بچه کلیه ممکنه تو حالا مثلا CKD کرونیک کیدنی دیزیز، در نارسایی مزمن کلیوی آلبومین رو دفع کنه و با یک حالتی تحت عنوان آلبومین و یوریا طرف باشه، یعنی در ادرار آلبومین دیده میشه. آلبومین بچه ها پروتئینی که 80 تا 85% از فشار آنکوتیک یا آنکوتیک پرشر یا اسموتیک پرشر خون رو هم کنترل میکنه. از دیگر وظایفش جابجایی و حمل و نقل داروها هستش. هورمون ها رو هم همینطور، مثلا T3 و T4 هورمون های تیروئیدی، داروهای مثل وارفارین، ایپوپروفن، اینها توسط آلبومین حمل میشن. وقتی آلبومین کم میشه، وقتی فرد لیور سیروزیس داره یا لیور اینسافیشینسی داره، خب قطعا فرد دچار هایپو آلبومینیا میشه. هایپو آلبومین تمام شد، میزان آلبومین ALB کاهش پیدا میکنه. این یعنی چی؟ من بین صحبت هام دارم میگم که برخی داروها به صورت به صورت بایند در جریان خون حرکت میکنن. بایند یعنی اتصالی، متصلی به یک چیز. به چی؟ به آلبومین. یعنی آلبومین اگر در نظر بگیرید شما این یک پروتئین آلبومین باشه، دارای سایت ها و بخش هایی برای اتصال داروها هستند. مثلا داروی A یا داروی B رو در نظر بگیریم که حرفمون رو داروی Bه، سایت مخصوص برای اتصال روی پروتئین آلبومین داره. و همچنین داروها به صورت فری هم هستن، یعنی برخی داروها به صورت بایندینگ یا متصل با آلبومین در جریان خون یا بلاد فلوی ما در جریان هستن، برخیشون به صورت فری یعنی بدون اتصال به آلبومین. خب حالا در نظر بگیرید دیگه، وقتی بیمار دچار نارسایی
لیور اینسافیشینسی یا نارسایی کبدی شده، خب آلبومینش اومده پایین. وقتی مثلا اگر در حالت نرمال 100 عدد آلبومین داره، الان در لیور اینسافیشینسیش تعداد آلبومین هاش شده 70 عدد آلبومین. خب چی میشه؟ چه اتفاقی پیش میاد اینجا شما اگر در حالت نرمال از داروی بی که در این تصویر شما دیدید، داروی بی که خط وسط نداره، بخواید استفاده کنید در حالت نرمال، بیمار لیور اینسافیشنسی نداره، اصلا ریت آلبومینش نرماله، خب اینجا همون 10 میلی گرم رو میتونی توصیه کنی برای دوز، هیچ مشکلی نداره، نیازی هم نیست که حتما این 10 میلی گرم کاهش دوز پیدا کنه، نیاز نیست. اما در حالتی که فرد دچار لیور اینسافیشنسی شده و تعداد آلبومین خونش 70 عدد شده، اینجا دیگه نمیتونی بیای بگی آقا 10 میلی گرم بدم. این چیه؟ این اشتباست. پس اینو باید چی کار کنی که حل بشه؟ چه این اشتباه رو من میخوام حل کنم، چی کار باید بکنم؟ خب اینجا باید شما دوزو کم کنید. دوز داروی بی باید کم بشه. چرا باید دوز داروی بی رو کم کنیم؟ چون اگر با همین حالت وارد بدن بشه، چون میزان آلبومین ها شده 70 عدد از 100 عدد، این دارویی که قرار بود بایند بشه به آلبومین الان توی جریان خون فری میشه، آزاد میشه، دوز رو دوز میشه، بیمار مسموم میشه، عوارض داره. مثلا ممکنه بیمار از وارفارین استفاده کنه، یک آنتی کوآگولانتی که میتونه خیلی راحت خطر مسیو بلیدینگ برای فرد بیاره، خونریزی‌هایی که قطع نمیشن. داریم میگیم بیمار نارسایی کبد داره. آقا بیمارت اگر نارسایی داشته باشه باید دوزیج کنی، یعنی دوز دارو تو باید اصلاح کنی. اصلاح کردن دوز بسیار مهمه، چون خطر مسمومیت و عوارض اون دارو رو کم میکنه. در دارویی که خط وسط نداره، مثلا قرصی که خط وسط نداره، باید چیکار کنیم؟ این کار رو انجام میدیم. مگه نمیگیم 10 میلی گرم دارو داری؟ خب فرد چقدرش رو میخواد؟ 5 میلی گرمش رو لازم داره. نصفش میخوایم کنیم. آیا قرص رو نصف کردیم؟ نه. چیکار میکنیم؟ 2 تا ظرف داریم. خب من درست کنم اینو. 2 تا ظرف داریم. خب ظرف ما 5 سی سی، 10 سی سی، 15 سی سی. اینجا هم همینطور 5 سی سی، 10 سی سی، 15 سی سی. سطح آب در ظرف در واقع A رو، اینم ظرف B. بچه ها 10 سی سی آب تو لیوان اول من میریزم. 10 سی سی آب من تو لیوان اولم میریزم. 10 سی سی. حالا این قرص رو که 10 میلی گرم بوده، قرص چی بود؟ قرص B رو کلا مثلا در نظر میگیرم این قرص بیه. این قرص بی که 10 میلی گرمه رو کامل میندازم تو این آب، حلش میکنم که 10 سی سی از این قرصه رو به صورت مایع الان من دارم. پس 10 میلی گرم رو انداختم تو آب. 10 سی سی آبی که با یک لیوان درجه بندی شده. حالا این 10 سی سی رو چیکار میکنم؟ میام آقا میگم قرار دوزیج کنم دیگه، اصلاح کنم. 5 میلی گرم میخواستم ازش، حالا 5 سی سی شو میخوام. پس میام این آب رو 5 سی سی شو میریزم توی این ظرف. 5 سی سی تا اینجا. حالا میدم بیمار میخوره. این اوکیه دیگه. اینجا افیشینسی براش داره، اثر بخشی داره، مسمومیت هم براش ایجاد نمیشه. پس خیلی مهمه به بیمارانی که دچار نارسایی کبدی یا لیور اینسافیشینسی یا نارسایی مزمن کلیوی میشن، CKD کرونیک کیدنی دیسیز میشن یا کیدنی اینسافیشینسی دارند، این افراد باید براشون دوزیج و اصلاح دوز رعایت بشه. مثل افراد نرمال بهشون نباید دوز بدی. دوزشون با فرد نرمال فرق میکنه. گفتم مثلا اگه 2 تا آدم باشن که هر دو از وارفارین استفاده میکنن، اگر یکیش بیمار باشه و بیماریش هم نارسایی کبدی باشه، اون فردی که نارسایی کبدی داره باید اصلاح دوز براش انجام بشه. مثلا اگر اون 50 میلی گرم داره از داروی ایکس رو میخوره، مثلا وارفارین رو میخوره، این نباید مثلا 50 میلی گرم وارفارین بخوره، باید مثلا 25 میلی گرم وارفارین بخوره.
به خاطر موضوعی که گفتیم پروتئین ها داروها میتونن به صورت بایند باشن یا فری باشن در جریان خون. خیلی ممنون از توجهتون. تا ویدیو آینده، بدرود.